سلام بچه ها. امروز اومدیم با پارت اول یه بازی که همتون دوستش دارید، بازی GTA Liberty City Stories. امروز قراره که کامل این بازی رو براتون برم و تا آخرش برم، یعنی تمومش کنم. پس بریم سراغش. به 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 به، عجب بازی خفنی. من بچه تو کاتسینش خیلی صحبت نمی کنم، خیلی درباره این بازی چیز زیادی نمیدونم و ببخشید دیگه، چیز زیادی خیلی نمیدونم ولی مراحلشو میدونم چجوری برم. خب این شخصیت اصلی بازیه، اسمش تونی سپریانیه که داخل GTA 3 هم هستش. البته اینجا یه ذره جوان‌تره، توی GTA 3 پیرتره و خلاصه دیگه. به به، همین GTA 3. به به. من سالواتوره. So listen, Tony, I know you did a good thing for us, and I know you've been lying low for a long time. So I want you to take it easy for a while, huh? Vincenzo will look after you. You need some money? Ask him. You need a job? Lucky he'll take care of you. What more could a family guy ask for? Even my son done got it so good. But, Mr. Leone, I thought we got history. I mean, I've done a lot for this family. And now you're expecting me to take orders from this... Well, it just doesn't seem right. Tony, I know what you did, and no one is more grateful than me, honestly. But the idea that you walk in here and start to question my leadership right away is, quite frankly, out of order. Capiche? I understand, boss. So when you need something, give Vincenzo a call down at Atlantic Key. He'll take care of you. Won't you, Lucky? Of course, boss. Anything you say. Tell you what, we can go there now. بریم این بازی رو شروع کنیم. Got you a nice little place to stay, Tony. It's got you written all over it. We'll head there first. تو این ویدیو میخوایم بریم مراحل وینچنزو رو بریم. نه نمیخوایم بریم، تو پارت بعدی میریم، این پارت دوم. بریم دیگه. زبدر حرکت میکنه تو این بازی، با مربع هم وای میسه یا دم به عقب میره و همین دیگه. اینم که سرعت رو ذره زیاد میکنه. من چجور خوب رانندگی کنم ای به رانندگی من گیر میدی؟ بابا جان خونه من از این ببر. Oh, I think it's very you. Now you're disrespecting old Vincenzo. Now, tough guy, get your ass upstairs and go put on some decent clothes. I don't got all day, so move. خب حالا باید بریم لباسمون رو عوض کنیم. بریم. اینجا داره یاد میده که چیکار کنیم. اینجا که واسه سیف کردن، اینجا میتونیم لباس عوض کنیم. همین دیگه. بریم حالا لباسمون رو عوض کنیم. لباس مافیای لیونه رو میپوشیم. لیونه که همین سالواتوره توی GTA San Andreas هم هستش. البته جلوتر میبین. اگه GTA San Andreas رو بازی کرده باشید میشناسید که سالواتور توی GTA San Andreas هم بود. خب بریم. این که پارکینگ این چیز خاصی نیستش خیلی. خب حالا باید این یارو رو ببریمش به خونش.
ایدیوتم. Watch the goddamn car! بابا یه دقیقه ساکت باشد چجوری خواب رانندگی کنه. مدل رانندگی من اینجوریه خواب. دوست دارم اینطوری رانندگی کنم. خب Hey, apartments cost money, Tony. Just you remember who pays the bills around here. Me, Daddy Vincenzo over here. So from now on, you work for me. So I better see you back here real soon. خداحافظ. بچه ما تو این ویدیو این یه دونه مرحله رو انجام میدیم. مرحله فکر نکنم باشه، حالا معلوم نیستش و تو پارت بعدی میریم سراغ مراحل این یارو ونچنزو اسمش. فامیلش رو بذار ببینم. ونچنزو سیلیه، نمیدونم چیه و همین دیگه. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک یادتون نره، سابسکرایب هم یادتون نره، زنگولش هم بذارید روی همه و تا ویدیوهای بعدی فعلا خداحافظ.